پس اولین دسته میشود که بونو امتیاز بتواند در صدر جدول قرار گرفته باشد. بر مقابل برقچی در یک بازی بسیار هم مشکل و در هم بر هم توانست که پیروزی به دست بیارد با حساب 0 بر 1. بازی توجه خوب هم نشان داده توانستند. حتی یکی از بازیگران استقلال در آخرین لحظه های همان رقابت کورت سرخ گرفت و عموما لیلوف گل پیروزی آوری دسته استقلال شد و این دسته با حسابی بعضی از تغییرات در حیات خود کوشش میکند که بازی بهترین خود را هم نشان بدهد. صدای اشتراک داوری مرکز بلند گردید و بازی را با فایده بازیگران رگرتا دست است. پرتاب جریمه‌گاه امکانیت هست برای ادامه دادن هجوم. باز یک ارسال بلندی دیگر و تو باز اما به هر حال در لیگ اولی یکی از بازیگرانی است که همیشه تاثیر خوبی خود را برای اسماعیلوف، نوریدین امرقلوف و بوبایف با زدن گل ها دست یافتند. هجوم نوبتی دسته رگرتا دست ادامه می‌یابد. ارسال به مرکز جریمه‌گاه و ضربه نوبتی این دفعه توپ در داخل دروازه دسته وحش است. بله اول را در رقابت امروزه خیلی بر وقت گذاشتند. ببینید چگونه یک پاس اولی بود با داخل جریمه‌گاه و ضربه نخستین رو کدام بازیگر بود که اجرا کرد به تیر دروازه در کشف. حمله با سرعتی دسته رگرتا دست را می‌بینیم. ضربه جانبی دروازه 360 را رفت و از میدان زدن. پرتاب از کنج میدان ضربه با سر و گل. امرقلوف با زدن گل دست یافت. حالت هدفش را میزند و در این موسم دومین گل خود را علکه حالا که از بازیگران دیگری دسته وحش از پای افتیده است. سید مختار عظیموف تصمیمی او برای زدن ضربه و چقدر ضربه عالی بود در اجرای عظیموف. ضربه را برگرداند. پرتاب نوبتی و داخل جریمه‌گاه بازم دروازه‌بان به پیش می‌آید و این دفعه بر مقابل دروازه در فدراسیون فوتبال در خب باشرکی رابطه لیگ فوتبال اونجا نفرانی که اشتباه کرده بودند خود برونخونی ها داشتند. پس به مرکز خط هجوم فریمپونگ در داخل جریمه‌گاه اما بیکاتایل نوبتی دسته فخش نوریدین امرقلوف به جریمه‌گاه وارد می‌شود. این بازیگر امکانیت برای او ضربه در اجرای نوریدین امرقلوف بازی را ویران کرد اما داور اجازه می‌دهد که یک هجومی دسته فخش ادامه بیابد. امکان است برای تأخیر حرکت را ادامه بخشیدن به لوناک. توپ را از پس با پشت پای ضربه زمینی و توپ از میدان بیرون شد. خوب صدای اشتراک داوری مرکز بلند می شود و بازی بین دسته‌های این امیدین احمدزاد با جمع همکاران تکنیکی هم در خدمت شما بودیم. تا دیدارهای دیگر سربلند و موفق باشید. خیر.